خب بریم اپل استور رو ببینیم و از طبقه پایینش شروع میکنیم. این ویو خوب اینجا، خوش اومدیم به اپل استور. خب 16 پرو مکس ها سری های 16 رنگ پیست روز که طراحیش فرقی نکرده، فقط دکمه کامera تاچش که موقع که نگهش دارید آپشن‌های مختلف برای شما میاره. با دست همینطوری که می‌بینید میتونید زوم و ایناش انجام بدین و عکستون رو بندازین. رنگ فوق‌العاده جذابیه و اینم همون رنگ 20 روز ولی آیفون 16 پرو. از لحاظ کانفیگش فرق با هم ندارن و اینم رنگ جذاب 16 پلاس که پلاس زیاد تو ایران طرفدار نداره، ولی خب خود 16 نورمال فوق‌العاده است. که بخوام ببینید